حدیث نمبر 16. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تأکلوا بالشمال، با دست چپ غذا نخورین، فإن الشیطان یأکل بالشمال، یقینا که شیطان با دست چپ غذا میخوره. رواه مسلم، حدیث امام مسلم رحمت الله علیه روایت کرده. از این حدیث درس میگیریم که انسان مسلمان در وقت خوردن ادب خوردن یاد میگیره، که ادب خوردن همی هست یکی از آدابش که انسان مسلمان باید با دست چپ غذا نخوره. امی قسم تکیه کرده و یا مثلا به شکل نادرست باید غذا نخوره، مثل که دیگر هم گفتیم که بسم الله بگویه و از پیش روی خود بخوره. و این آداب هست که انسان مسلمان باید او را مراعات بکنه و یکی از آدابش همی است که انسان مسلمان با دست راست غذا بخوره. و السلام علیکم و رحمت الله.